چرا عوض میکنم مثلا نیاز که حد داداش باید بعد این مدت عوضش کنی نه گیر پاج میکنه ولی چون خوشبختانه شما هم موتورت خوب مراقبت میکنی خب کمتر نیاز داره که بخواد عوض بشه گرفتی؟ ازش مونده بود ولی به درد نمی‌خورد. داداشون لنتر بذار در کوزه آبش رو خواهی چیزی مونده ازش قدیمیاش بود اینه جدید خوبه. اگزوزت هم داغاره دمت هم گرم فقط از اینجا تا خونه اومد. ایمان جان صحبت نکن دارم ویدیو میگیرم نه بگو یه وگو بخر بابا این داره کجا رو باز میکنی؟ اگزوز؟ نپه اگزوز رو باز کنم دیگه دیدی که قبلا چجور با میکنم من دیگه نمیشونم دخالت در ویدیوهایش. نه آقا بیا راحت باش بیا تو رو خدا نه آقا ما سلبریدیم بیا والا یارو فاز اوقا برمیدارن زخم دستم رو اذیت هم میکنه لنتت خوب کار کرده این این جا داشت بازم ها داداش لنت جدیدت تو میاری؟ بیارم؟ آره قربون یا اوپی بیارم؟ لنت جدیده تو خب بذار یه باد باسد بگیرم تو که غریبه نیست بیا. برو کنار ایمان لباس میواس تو بر کنار کاسه نمد روغن گیربکست خرابه ته گیربکست آره تو چی کار داری؟ من عوض میکنم الان نه یه روزی که صبح بیای وقت داشته باشم نگران چی داداش؟ داداشت مکانیکه تو چی کار داری؟ نه ترس میشه؟ آره روغنش تخلیه میشه صدا که نمیداده گیربکست خب خوبه فعلا باش برو بیا خب تا داداش واسه درستش کنم باشه چی؟ آره جنسشو باید وا کنم ببین این روغنی شدنه سوختم من توی این شهر
سوختم بعدم سوختم آدمت هم میگم. به این روغن اینجا رو میبینی همه خاطرمونه. چقدر داغه ایمان. دمت گرم واقعا. ایمان یه لحظه می‌بینی ماشین رو چیکار می‌کنه جلو لرانزه؟ بیا به این ماشین یه داره چیکار می‌کنه جلو لرانزه؟ دید نرم. آره. خب. ایمان داداش بیا این لنت عقبت خوبه؟ بگیرم؟ آره بگی. یه ذره سفت‌تر. میخدوسته. بله. بذار اینم چرخ گیر نمیکنه؟ نه تمام.